امریکا هست. امریکا منطقه را اشغال میکنه، یک منفعتش. امریکا سر تمام منطقه کنترل پیدا میکنه، این دیگه منفعتش. از نگاه اقتصادی چیزی که زیربناهای اقتصادی و معادن افغانستان است در تصرفش است. از نگاه سیاسی سیاست خود سر دنیا به زور تحمیل میکنه و خلاص. و به این خاطر اینم قدر سال کار کرده. به این خاطر اگر شما ببینین گپ درازا میشه به این شکل. بالاخره وقتی که جهاد در افغانستان ختم شد، من خودم در کشورهای عربی درس میخواندم، عرب هایی که در افغانستان برای جهاد آمده بودن در پاکستان، اینجا که مجاهدین افغانستان کمک میکردن، یا گفتن جهاد یک فریضه است. خودشان میگفتن که جهاد یک فریضه بود، ما این فریضه را ختم کردیم، اهل افغانستان آزاد شدن، روسا شکست خوردن. کل از اینا حرکت کردن جوانای مجاهد از مصر، از سعودی، از تمام، از سودان، از اریتریا، از تمام. وقتی که این جوانا پیش از اینکه این جوانا از افغانستانی مجاهدین که خود حکومت ها برشان پاسپورت داده بودن، فکرتان باشه، سعی کنین اول در زمانی که روسا اینجا بود، چون شکست روسا، در شکست روسا منفعت پاکستان بود، منفعت افغانستان بود، منفعت اروپا بود، منفعت امریکا بود، میخواستن که دشمن خود از بین ببرن. از قوت مجاهدین جهان، نمیگم تنها از افغانستان، از قوت جوانای جهان استفاده کردن. وقتی که دشمن شکست خورد، خواستن یک دشمن که از این دشمن زدن، بازی نوبت شد برای مجاهدین. و امو روزی که جهاد افغانستان در افغانستان ختم شد، جوانای عرب که پس می آمدن، ما در اون مملکت ها بودیم که اینمی امریکا و اینمی اسرائیل و اینمی حکومت های عربی فیصله کردن، شیشن جلسه گرفتن که هر جوانی که در وقتی که روسا بود در اونجا، خود حکومت ها میخیستن برای جوان ها میگفتن که او جوانا بخیزین، قوموا الی اخوانکم فی افغانستان، امشو اذهبوا جاهدوا. اینمی جوانا را ویزا دادن، پاسپورت دادن، ویزه پاکستان داده میشد. اما اینمی جوانا وقتی که محصل بودن، محصلین طب بودن، محصلین انجینری بودن، بسیاری مردمات تجارا بودن، جوانا بودن، گفتن خلاص یک فریضه بود، فریضه ختم شد، ما پس به وطن خود میریم. اونمو رو صاحب در این کشورها فیصله شد که اینمی جوانا کلشان به نام تروریست، کلمه تروریست و نوشته کردن که هر کسی که در جهاد افغانستان به ضد روسا جهاد کردن، کلمه مجاهد در کل کامپیوترها تغییر دادن به چی؟ به نام تروریست. و فیصله کردن که هر جوانی که در کشور عربی پس میآید و او در افغانستان به ضد روسا جهاد کردن، در سر ازیا حکم اعدام غایبانه را. و مجردی که در میدانهای هوایی رسیدن، یارو صاحب گرفتن و کشتن. من خودم در لیبیا بودم، معمر القذافی که الله در زیر لعنت جوانای مسلمان مردارش کرد، اینمی قذافی در میدان هواییش که مجرد یک لیبیایی که در افغانستان جهاد کرده بود که میامد، او خب بیچاره گفت من پاسپورت گرفته بودم، من خیلی منطقی گفته بود، یا مثلا در سودان یا در فلان. اونم صاحب فقط در میدان هوایی ذبحش میکرد. تا بالاخره این جوانا مجبور شدن به وطنهای خود رفتن نتونن. جمعشان کرد در پاکستان، سر پاکستان فشار آورد، روانشان کرد در کجا؟ در افغانستان. کلشان که در افغانستان جمع کرد، گفت اینجا یک دفعی سرشان حمله میکنیم و از بین میبریمشان و تکه تکه میکنیمش. اون بازون مسئله هست که حادثه سپتامبر بانه کردن و بالاخره آمدن و زدن و وطن ما را از اون روز در غم شاندن. الله سبحانه و تعالی در خانه های خودشان غم بشانه. اینمی قسم که اولاد ما تو خون گریه میکنن، الله متعال مثل فرعون هامان شداد نمرود یاره مؤاخذه کنه که اولادایشان سرشان خون گریه بکنه. و او کسایی که به نام افغان به ضد این ملت کار میکنه، الله متعال در خانه خودشان غم بیاره، تا که از دل او مسلمانه که شو بمبارد میشه، طفلش بمبارد میشه، اولادش بمبارد میشه و شو تا به صبح خواب ندارن. و به خاطر ازی و اینجا 4 نفر فروخته شده که در یک جای دی کابل جمع شود، امین نماینده کل ملت شده میتونه، از کل ولایت ها نیست، فقط از این میجه 4 تا را آوردن و 4 انسانه که ولی میگه خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت، دیده باشی لکه های دامن قصاب. 40 سال قذافی حکومت میکرد، مردم بسم الله گفتن نمیتونست، ایواز بسم الله
غلامای قذافی میگفتن بسم القائد العظیم، نمیگفتن بسم الله الرحمن الرحیم. ما اونجا 7 سال بودیم، بسم الله گفتن نمیدانست. اما بالاخره در اونمو سختی جوانای تربیت شدن که آمدن سر کمر قذافی را شکستاندن و حکومت شام از بین بردن. به هر صورت برادرای عزیز، آله وقتی که ما و تو در کشور هستیم، ما مردم افغانستان حق نداریم اگر لوی جرگه وقت میداد، لوی جرگی بیچاره، یعنی شما قرارداد امنیتی یک جزء از اجزای بزرگ پیمان استراتژیک است. این یک جزء بسیار کوچکش است. از این خاطر این لوی جرگه نه کم کرده میتونه و نه زیاد.